الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. خب خدا رو شکر میکنیم که صبح جمعه ای را هم خدای متعال حیاتی به ما داد. بیا این دعای ندبه را در فراق مهدی فاطمه سلام الله علیه با هم زمزمه کنیم. امیدواریم که روزی خبر برسد که دیگه دعای ندبه پسرم این کارها را بکن، پسرم این کارها را بکن، بلکه با شدت تمام منو برحذر داشت، با شدت تمام منو برحذر داشت. ایاکا ایاکا ایاکا، یعنی 5 مرتبه به من فرمود پسرم برحذر باش، برحذر باش، برحذر باش. بعد نه این که برحذر باشم از 5 عمل، بلکه دوری بجویم و حذر کنم از 5 فرد، از 5 گروه، از 5 دسته آدمیزاد. پسرم با این 5 دسته آدمیزاد نزدیک نشد. ایاکه، تا میتونی فرار بکن، تا میتونی فاصله بگیر. این بزرگواری که این نصیحت ارزشمند رو برای ما امروز میخواد بیان بکند، وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه می باشد، از پدر بزرگوارشون امام زین العابدین سلام الله علیه. به این یک نکته هست که پدران برای تربیت درست فرزند گاهی اوقات باید زبان تشویق داشته باشد که فرزندم این کار رو انجام بده. گاهی اوقات زبانشون باید زبان تحذیر باشه، یعنی خطرها رو متوجه فرزندان بکنن که پسرم این کارها خطرناک است، اینها رو انجام نده، یا این اشخاص خطرناکی هستند، با اینها طرح دوستی ننداز. ببین این یک روش تربیتی است که قرآن به ما آموخته. قرآن پیغمبر رو هم بشیر معرفی میکند هم نذیر، ولی بشیرا و نذیر. پس یکی از اصول مهم تربیتی اینه که فقط تشویق نباشه، چون افراد همش تشویق بشن اهمیت کارها، ارزش کارها میاد پایین. از آن طرف همش تحذیر هم نباشه، به شده چون حالت یأس به طرف دست میده. نه، تشویق و تحذیر، بشارت و انذار. به قول شهید مطهری میفرماد جاذبه و دافعه. دین اسلام همین را امر به معروف نهی از منکر، لا اله الا الله. این تمام برنامه های دین رو نگاه کنیم ترکیبیه، تکبودی نیست. حالا امروز ما میخوام پای نصیحت این پدر بنشیم. میخواد بگه پسرم یه وقتی میاد اگه گوش به حرف من ندی، قیامتی میاد میگویی ای کاش ای کاش ای کاش من اینها رو به عنوان رفیق انتخاب نمی کرد. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بله، تا اون روزی که میخواد افسوس بخوری اما افسوس بی حاصل، الان من دارم بهت میگم پیش از این که اون
خطر رو ببینی و افسوس بخوری، بهت میگم با این 5 گروه مصاحبت، معاشرت و رفاقت نداشته باش. یک، اینا تو ادبیات خوندید که کلمه ایاکه برای تحذیره. وقتی مقدمه بر فعل میکنی معلومه که اون خطر خیلی مهمه. یادتون هست تو ادبیات میگفته ایاکه والاسد، ایاکه والاسد. پس معلومه که اون محذرون من یعنی شیر خیلی خطرناکه. طرف میگه ایاکه ایاکه یعنی فرار کن، فرار کن، پرهیز بکن. حالا امام زین العابدین هم به پسرش میگه پسرم ایاکه و مصاحبت القراب، اولین رفیقی که باید ازش فاصله بگیری آدم دروغگوه. بپرهیز از این که مصاحبت و همراهی و رفاقت با آدم دروغگو. چرا؟ چون پیامبر فرمود کلید همه گناه ها چیه؟ دروغه. شما هر خلافی میتونی انجام بدید با دروغ اونها رو توجیه بکنید. درست فرمودید؟ لذا امام زین العابدین هم اولین رفیق بد رو هم دروغگو معرفی میکنه. درست شد؟ بعد حضرت دلیلم میاره فانه به منزلت سراب. بله، میفرماید که دروغگو به منزله سرابه، آب نیست. چیه؟ سرابه. به منزله نمایشگر آبه، خود آب نیست، مثل آب نماست. شما میگی آب نما، شما میگی سراب. خب همین تابستان آدم تو جاده که میره هوا داغ بشه از دور خیال میکنه آبه، هر چی میره آب خبری نیست. اونی که مثل آب نشون میده بهش ما میگیم سراب یا آب نما. نمایش آب را میده اما از آب خبری نیست. این یک دلیل. دلیل دوم هم ذکر میکنه، میگه آقا یخرب لکل بعید و یباعد لکل قریب. چیز دور رو نزدیک، یعنی چیزی که دست یافتنی نیست کنار با تو امیدوارانه صحبت میکنه، تو وارد معرکه میکنه. هرچی میبینی بله میبینی تو لجنزار گناه بیشتر داری خرد میشی. اینی که فلانی تو گفتی که فردا درست میشه، پس باید الان وزی 1 سال 2 سال 5 ساله دیگه نگران نباش، همین روزا درست میشه. اما برای چیزهایی که محقق شدنی نزدیک این برات دور میکنه، نمیشه اقدام نکن. بگی بابا دیگران انجام دادن رسیدن، اما میاد یه چیز ساده و شدنی رو اونقدر مهم جلوه میده تا دل آدم رو خالی میکنه. در فرمودید ببین آدمای در سطح بین الملل که دروغ میگن امروز جهان را به چه تلاطمی کشیدن. بله، چه خونه ها داری ریخته میشه با شعار دروغین حقوق بشر و امثال اینها. اینا میگه یک روز 8 تا حرف زد 7 تاش دروغ بوده. خب دیگه الان داریم میگم 8 تا حرف در یک روز زده 7 تاش دروغ. آدم دیگه به کدام حرفش اعتماد بکنه؟ اگه یه روز حرف راست میزنی شما باور نمی. تو کتاب زبان فارسی ما ایرانی ها داستانی نقل میکردن به نام چوپان دروغگو. یه روز اومد گفت مردم میخوام محک بزنم، به مردم دفاعی ها زد آی گرگ آی گرگ، همه زن و بچه ریختن برای کمک کردنش.
که گوسفنداش از گل میداد. همه گفتن رحم میخنده. گفت شما میخواد سرکار بذارم. یک بار، دو بار، سه بار مردم آورد، در سه بار درست گفته. مرتبه چهار اتهام گرگ اومد. گفت مردم به خدا راست میگم گرگ اومد. یک نفر برایش نرفتیم دستگیری کنه. گرگ اومد تمام گوسفندا رو هم خورد. و یه همه گفتیم که نیامدیم. سه بار درست گفتیم مرتبه چهارم داریم. یه روایتی بعید العهد هستم مضمونش از امیره خیلی قشنگه. همون صداقت آرامش بر آدم میاره. صداقت آرامش میاره، اما دروغ اضطراب میاره. چرا؟ چون آدم دروغگو هر آن احتمال میده دروغش فاش بشه. اما آدم راست میگه کی؟ بله؟ آرامش داره. آرامش داره. پس اول شخصی که حضرت ما رو پرهیز میده از این که با او مصاحبت و همراهی داشته باشیم دروغ گوست. دوم، اینا دیگه امروز داره مستاق داره، ولی هم در سطح بین الملل هم آدم در محیط های خودش میتونه ببینه که آدم های دروغگو هم خودش و هم جامعه رو به کجاها نمیکشونه. به هر جایی که ناامن باشه آدم رو میکشونه. دوم فرمود و ایاک و مصاحبت الفاسق. پسرم بپرهیز از همراهی و رفاقت انسان فاسق و فاسق. فاسق به اون کسی میگن که در فسق و گناه از حد گذشته باشه، براش مهم نیست که عضو جزیره چی باشه. بله؟ کارشون چی میده؟ دختران کم سن سال رو بیارن، تجاوز به اونها بکنن، خونش رو بمکن، بعضیشان رو بکشن. یکی از این انسانهای فاسق که من اسمش نمیبرم اسم دخترشون میبره، میگه اگر ایشون دختر من نمی بود همون کاری که اونجا انجام میده با ایشون من انجام میده. آدمی که فاسق بشه ولی از مرز بگذره دست به هر غلطی میزنه. خب ابن رسول الله چرا با آدم فاسق رفاقت نکنم؟ فانه بایعک باکلة او اقل من ذلك. چون آدم فاسق تو رو به یک لقمه یا کمتر از یک لقمه میفروشه، یعنی براش مهم نیست. به قول خودش تو اصطلاحی میگه مثل یک دستمال کاغذی میمونه. بله؟ مصرف میکنن این دستمال کاغذی رو دور میندازن. برای اینها جایگاه انسان مهم نیست. برای اینا ارزش انسان مهم نیست. چرا؟ چون آدمی که خودش بی ارزش باشه همه رو بی ارزش میکنه. چون خودش دیگه انسان نیست، از مرز انسانیت خارج شده، دیگه هیچ فردی را محترم نمیبینه. خیلی عجیبه. تو رو به یک لقمه میفروشه. بعد حضرت میگه لقمه زیاده، کمتر از یک لقمه. چرا؟ چون میخواد خودش تو همون هوا و هوس باشه، دیگه رفاقت چندین ساله رو نمیبینه، همه چی رو بند. سوم ایاک و مصاحبت البخیل. از آدم بخیل هم پرهیز داشته باش. آقایون یه مرز قائلا بین بخل و حسادت. بله؟ بخیل میگه خدای بفنونی نده بده به من. حسود بالاتره، میگه خدایا به من هم نخواد بدی نده،
ولی بس فلانی بگیر. یعنی چشم داشتن دیگری رو نداره. بخیل خیلی بخیل داره ولی بهره برداری نمی‌کنه. شما نمیدونید این کرم ابریشم رو دیدید یا نه؟ کرم ابریشم هی دور خودش بله میتابه، هی میبافت میبافت، سر آخر خودش تو اون چی که خودش بافته خفه میشه. دقت کردین؟ اینا که نخ ابریشم دارن شما ببینید یه انواع و اقسام این کرما رو میبینید. این کرما میاد چه میکنن؟ برگ درخت توت رو میخورن، از این درخت توت نخ تولید میکنن درخت از خودشون، ولی این نخ به خودشون میپیچه. درسته؟ سرانجام این کرم تو همون نخی که خودش تولید کرده تو اون میبینه. آدم بخیل و همینه، شب و روز یه جمع میکنه اما خودش هم مصرف نمیکنه. آخر همه اینایی که جمع کرده رو با حسرت میگذاره میره. یکی از کسانی که فردای قیامت حسرت میخورن بخیله. بعد از اون بچه‌های وارثش میان به به این پولی که جمع کرده رو میگیرن در راه خدا چا میکنن؟ انفاق میکنن. فردای پسر میره بهشت اما این پدر داره حسرت میخوره، این پول من جمع کردم اما این بچه‌م داره میره بهشت. فرمود پسرم با آدم بخیل بفرمایید هم صحبت نشو. چرا؟ یه رفیق که روز مبادا به درد آدم بخوره. فرمود زیرا زمانی که به او و به مال او نیاز پیدا بکنی به تو دست رد میزنه. بله دارد اما دلشو نداره. آقا زنم مریضه، بچم مریضه، باید ببر بیمارستان. به من میگم حالا با این سنی که داریم تجربه داریم که بچه واقعا نیاز به اما یه بابای بخیلی داشت که هر چی دعا به خود باید میکنه اما از پول خبری، یعنی به فرزندش میگه دعا هر چی بخواد برات میکنه. بچه میگه من صورت این بر میبوسیدم این میزن بس شوخی میگم خب من 2 تا زن دارم ماشاءالله 24 سال بر من میبوسن، من احتیاج میبوسم ندارم. دعا هم که تو میکنی که دعا میکنم برات اما از پول خبری. خیلی بده آدم بیرحم بشه همه چی رو جمع کند اما دستش به جیب نره که خیلی از اون دیگری همه من تو بستگانمون رفقامون شد کم و بیش از اینا نه. بگو خدایا مرا اهل ایثار قرار بده. ایثار بالاتر از انفاقه. انفاق دیگه هم خودت میخوری هم دیگری، اما ایثاری که با اینکه خودت احتیاج داری دیگری رو مقدم می‌داری. و اون اهل بیت ما هستن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و این آدم گاهی می‌بینیم بخیل چه روحیه بدزادی داره. بابا این پول داشتش غرق میشی، دختر فلانی مونده میخواد عروس بشه اما جهیزیه کمک کن. میتونه یه روستای عقب افتاده مدرسه بسازی بچه ها مشغول دانش آموزی بشن، میتونه یه بیمارستان بسازه اما این کار انجام. 4 فرمود پسرم و ایاک و مصاحبت الاحمق. پسرم از آدم احمق هم. احمق کسی است که
قدرت فهم رو. بعضی احمق نیستن خودشون میزنن به حماقت، ولی خیال میکنن چیزی نمیفهمن. ببین الان تو خیلی از کشورها بعضی آدمای احمق اومدن در رأس حکومت قرار گرفتن. چی داره میکنن با من؟ ایاک و مصاحبت الاحمق. چرا؟ خیلی قشنگی روایات، واقعا اینا روانشناسن اهل بیت. فرمود چون احمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک، میخواد به تو سود برسانه ضرر. چرا؟ چون عقلش کار نمیکنه، با اینکه خودش عقل کلا میدونه، اما از همه نافهمتره. بله ما داشتیم طلبی رفته یه جا با یک گروه احمق درس طلبی، هم خودش احمق باشه. من اینو میگم تو مشهد طلب طرف آب که برنج قاطی میکرد میذاش رو گاز، آب به جوش که میومده دقت کردیم آب جوشیده مربوط برنج میخورد، خود برنج نمیخورد. گفت چرا؟ گفت میخوام تذیب نفس پیدا بکنم. دقت کردیم؟ میخوام همونجا میگفتیم گفتم عقلم چیز خوبیه، پول میدی برنج میخری که برنج بخوری، برنج میخ تو فصل آشغال، اون آب جوشیده برنج رو میخورد. گفت من میخوام سپاه باطن پیدا کنم. بعد یواشاش میخوام احضار روح کنم. آخرم دیوانه شد از طلبگی. نه دقت کردید؟ خب احمق دیگه. دقت فرمودید؟ یعنی کسی که صلاح و فساد رو نشناسه آدم احمق، میخواد نفع بیت برسونه اما نه. این فرمود با اینم رفاقت نکن. حالا رفاقت های علمی میشه، رفاقت های خانوادگی میشه، رفاقت های فرهنگی میشه، رفاقت های اقتصادی میشه. همه اینها این احمق ها بر آدم این گاهی خواهد. ما 2500 سال تو ایران ما پادشاه ها حکومت میکردن، آدم های فاسد احمق. تا تک رو به تو میخورد یکی میومد یک بخشی از سرزمین ما رو، این الان کشور بحرین که الان سرسپرده کیها هستن، خب این یکی از استانهای ایران ما بود. انگلیس اومده به روشا بکنه شما خیلی بسید جدا کنید و خودشون گفته آقا ما اینو عروس کردیم دادیم برد. خب اما وقتی آدم های عاقل متدین بیان تو رأس حکومت قرار بگیرن، 8 سال جنگ رو بر ما تعمیر کردن. صدام گفت خوزستان استان چندم عراقه، من میام اینو میگیرم 4 روزه میام جشن رو تو تهران میگیرم. 8 سال جنگیدن اما یک وجب خاک رو ندادن. چرا؟ چون در رأس حکومت انسانهای عاقل بودن. امام خدا رحمتش کنه انسانهای متدین بودن. دقت کردی؟ پس از انسان احمق انسان باید فاصله بگیره. چرا؟ چون اون میخواد بهت نفع برساند، به جای نفع ضرر میرسانه. پنجمین گروه فرمود ایاک و مصاحبت القاطع با قاطع رحم. بله اون کسی که اصلا با فامیلا ارتباط نداره، با او رابطه نداشته باش. چرا؟ الله اکبر. فرمود چون خدا 3 جا در قرآن قاطع رحم را لعنت کرد. بنای دین بر ارتباطه. کسی که میخواد این رابطه ها رو قطع کنه در حقیقت مانع پیشرفت آدم میشه. چون من همه نیاز رو که خودم به تنهایی نمیتونم برآورده کنم.
در سایر ارتباطات است، تعاملات است که انسان میتونه نیازاشو، اما کسی که با پدر و مادر ارتباط نداره، با برادر ارتباط نداره، با خواهر ارتباط نداره، با عموزاده ها ارتباط، پیشش هم نشینی ها یه جوری صحبت میکنه، همه را مجسمه بدی میدونه، خودش رو مجسمه خوبی میدونه. خب میگه اگه تو آدمی خوب بود یک نفر دورت میمون، از این همه از تو فاصله گرفتی، معلوم خودت بدی. میگه با این گونه افرادی که منزوی هستن با اینا ارتباط برقرار. واقعا آدم های منزوی فکرشون هم فکر منزویه، یعنی فکری دارن که اصلا جامعه پسند این. ما یه فامیلی داشتیم تقریبا همین رفتار داشت. قدیم تو ایران ما تلویزیون ما سیاه‌سفید بود، اینجا بود چند سال برنامه داشتن، بعد از چند سال برفک میزده، یه برنامه ای نداشت. وقت مهمان رفته و خونش مثلا ساعت 12 برنامه تمام شد، گفت مهمان رو ما هم خواستیم بخوابیم ولی صبحانه این میشه این نگاه میکرد تلویزیون. گفت فلانی برنامه تمام شد، خب خاموش کن. نه، یه سری چیزاییست که شما متوجه نیست. نیم ساعت یک ساعت فقط همین تلویزیون که برفک بوده اینو میدید، کلا این چیزهاییست که شما متوجه نمیدید. همین احمق هستید، دقت کردید؟ این گونه افراد با این فکر هیچ وقت رشد نمیکنن. همین آقا کسی بود با پدر و مادرش قهر کرده بود، برادرات چیز و فلان. این گونه افراد پست آدم با اینا ارتباط نداشته باشید. خب یه بار دیگه مرور میکنیم. امام باقر سلام الله علیه فرمود، پدرم فرمود پسرم با 5 گروه رفاقت نداشته باش: 1 دروغگو، 2 فاسق، 3 بخیل، 4 احمق، 5 هم قاطع رحم. خدا را قسم میدیم به حق آقا امام زین العابدین سلام الله علیه، راه درست، عمل درست، اخلاص در عمل به همه ما عنایت بفرمایید. عزیزان، شناخت وظیفه و عمل به وظیفه خیلی مهمه. به همه ما در تربیت خود، تربیت فرزند، تربیت جامعه همه ما را موفق بدارد. و آخر دعوانا الحمد